در روایت‌های تاریخی آمده که صلاح الدین ایوبی وقتی با قاضی ابن شداد در راه به سوی آزاد نمودن شهر عکا از دست صلیبیان میرفت، زمستان سخت بود و بحر پرتلاطم. از این وضع به دل قاضی ابن شداد هراس افتاد. صلاح الدین به او نگریسته گفت: در سرم اندیشه هست که اگر خداوند به من فتح باقی مانده ساحل را میسر کند، کشور را تقسیم میکنم و آخرین وصیتم را گفته به همه خیرخوش میکنم و از این بحر گذشته به جزیره های ایشان یعنی صلیبیان میروم، آنها را یک یک پیگیری مینمایم تا در روی زمین کسی نماند که به خدا کافر باشد. قاضی ابن شداد به این گفته های صلاح الدین ایوبی چنین واکنش میکند: جناب یعنی صلاح الدین ایوبی به این قناعت نمیکرد که دشمنان خدا از یک موضع مخصوص ریشه‌کن کرده شوند، بلکه آرزو داشت که تا تمام روی زمین را از آنها پاک کند. این قصه خردکک که میان صلاح الدین ایوبی و قاضی ابن شداد گذشته است، یکی از آن قصه هایی است که از همت بلند صلاح الدین ایوبی بیانگر می باشد. غایه اساسی صلاح الدین ایوبی بیدار نمودن امت از خوابگران و نگرانیدن توجه او به سوی جهاد در راه خدا بود. شک نیست صلاح الدین ایوبی در تاریخ مسلمانان قهرمان بی‌نظیر به شمار رفته. نام او با آزاد نمودن بیت المقدس از دست صلیبیان در جنگ حطین علاقمند می باشد. آن عامله هایی که صلاح الدین ایوبی در حیات خود که پر از دشواری ها بود پیاده کرده است تا بر صلیبیان پیروز گردد و قدس شریف و باز چند شهر دیگری شام را بازپس بگیرد کدام بودند؟ این سرلشکری بزرگ به این کار چی آمادگی دیده بود؟ شهر قدس را چگونه بازپس گرفت؟ بیشک کلید این همه در آن بود که صلاح الدین ایوبی نخست امت مسلمان را از نو متحد نمود. متحد نمودن کشورها و بندگان به اندیشه جهاد. بهترین خدمتی که ما بهر اسلام و مسلمانان کرده میتوانیم این است که میان مسلمانان اتحاد و همدلی را برقرار سازیم. این سخنان ضمن نامه‌ای بود که صلاح الدین به امیر خود شمس الدین ابن مقدم فرستاده است. بنابراین نخستین چیزی که از اخبار صلاح الدین به چشم میرسد این است که او به متحد نمودن مسلمانان سخت تلاش داشت. کار را مقدمتر از این نمیدید. همیشه هر جا تلاش میکرد که تا نیروهای اسلامی را که آن زمان نه تنها پراکنده بودند بلکه بین هم زد و خورد داشتند برای جنگ بر ضد صلیبیان متحد سازد. برای عملی نمودن این غایه صلاح الدین ایوبی نقشه کشیده بود که هم جنبه سیاسی داشت و هم جنبه نظامی و هم جنبه دعوتی. به عباره دیگر او در دل مسلمانان روحیه جهاد بر ضد صلیبیان را بیدار نموده بود. در کار بیدار نمودن روحیه جهاد میان عامه مردم فقیهان و عالمان نیز نقش کلان بازیدند. بنابراین فقیهان و دانشمندان بزرگترین انگیزنده و محرک برای آزاد نمودن بیت المقدس در جنگ صلاح الدین بودند. بسیاری از سرچشمه‌های تاریخی آورده‌اند که صلاح الدین ایوبی وقتی عزم جهاد میکرد آدمان خود را به گوشه و کنار خلافت میفرستاد تا مردم را به جهاد و یارمندی دعوت نمایند. او جهاد را میان تمام قشرهای جامعه اسلامی فرهنگی معیاری قرار داده بود. وحدت سیاسی کشورهای اسلامی. در برابر این تلاش‌هایی که برای بیدار نمودن روحیه جهاد در دل مسلمانان به خرج می‌داد، صلاح الدین ایوبی با سعی می‌کرد تا کشورهای مسلمانی نیز از پراکندگی و تفریقه رهایی یابند. او زیر سرپرستی نورالدین زنگی بعد از آنکه به حکم فاطمیان در مصر خاتمه بخشیده به مذهب اهل سنت و جماعت بازگردانید، کشور مصر و شام را به هم متحد نمود. بیشک این اتحاد نخست به دولت زنگیان و سپس به دولت ایوبیان قوت کلان بخشید، زیرا مصر از مال و کالا و اهالی زیاد برخوردار بود. این نیروی مصری به صلاح الدین و لشکر او در جنگ با صلیبیان مدد خوب شد. بعد از این دستاورد سیاسی طبیعی است که دستاورد نظامی هم بر ضد صلیبیان به دست می آید، زیرا با به هم آمدن مصر و شام عزم و اراده مسلمانان برای جنگ با صلیبیان که برخی از شهرها را در ساحل شام اشغال نموده بودند قوت گرفت. ولی نه همه وقت خواسته ها با واقعیت ها مطابقت میکنند. بعد وفات نورالدین زنگی میان امیران موصل و حلب و دمشق خلاف افتاد که بر اثر آن اتحاد و همدلی از بین رفت. صلاح الدین این وضع را فرصت شمارده به طرف قلعه بانیاس در شام حرکت کردند و آن را محاصره نمودند. ضعف و بزدلی میان امیران شام به حد رسیده بود که آنها با صلیبیان سازش نمودند. در اینجا نقش صلاح الدین ایوبی بار دیگر بارز می‌گردد. او با
با راه دیپلماتی و تلاش‌های نظامی به بار دیگر متحد نمودن کشورهای شام و جزیره کامیاب می‌گردد. همین طور صلاح الدین بار دیگر به وضع تفریقه و پراکندگی خاتمه می‌بخشد و آن دسیسه‌هایی که میان مسلمانان پیدا شده بود برهم می‌دهد. او خود در نامه پرعلمی که آن را به خلیفه عباسی مستضی بنور الله فرستاده در آن از اختلاف امیران شام و چشم علا کردن دشمن به دیار مسلمانان شکایت کرده است. وضع را چنین بیان می‌کند: هر قلعه صاحبدار شده است و هر گوشه کسی به آن چشم علا می‌کند. رفتار و کردار بد شده و باطن و قلب ناپاک. صلاح الدین ایوبی می‌دانست که باید نخستین مسلمانان را متحد کرد تا آن دستاوردهای پیشین از دست نرود. بعد از آن می‌شود به جنگ با صلیبیان اقدام نمود، یعنی بعد از آن که جنجال‌های داخلی از بین می‌روند. نقش امت در نقشه صلاح الدین. علاوه بر این نقش مهم سیاسی که اتحاد و وحدت امت داشت، باز در این جنگ امت نقش دیگری نیز داشت که آن معنوی بود. تمام عالمان و دانشمندان به اهمیت جهاد در راه خدا اتفاق کرده بودند. همه به یک زبان درباره نجات دادن دیار مسلمانان از دست صلیبیان میگفتند. بعد از این همه مردم قطاری نیز در دستگیری لشکر مسلمانان چیزی را دریغ نمی‌داشتند تا زمینه‌های اسلامی اشغال شده باز پس گرفته شوند. آن زمان داوطلبان به وجود آمدند. آنها چنانچه قاسم حسن سامرایی نقل میکند کسانی بودند که به طور اختیاری به جنگ میرفتند. آنها از دیوان حکومت چیزی طلب نمیکردند، ولی در جنگ‌های صلیبی از روی انگیزه‌های شخصی اشتراک میکردند. یعنی محبت جهاد یگانه چیزی بود که آنها را به میدان آورده تا دم آخر همانجا نگه می‌داشت. این گونه کسان برای دعوت‌های عامه به جهاد که طریق مسجدها انجام می‌یافتند به جنگ سفربر می‌شدند. البته انگیزه دینی در این کار سهم بی‌نظیر داشت، زیرا عقیده اسلامی شخص را برای دفاع از وطن و اهل و مال ترغیب میکند. این داوطلبان اکثرا از قطار مردم عوام بودند، اگرچه میان آنها عالمان و فقیهان و قاضیان و ادیبان نیز کم نبودند. داوطلبانی که زیر رهبری مظفرالدین کوکبوری می جنگیدند در جنگ حطین نقش بی‌نظیر نشان دادند، از جمله نقش مخابراتی در شناخت طبیعت میدان جنگ و آمادگی‌های دشمن. علاوه بر آن که برخی از آنها نقشه از آب محروم کردن صلیبیان را پیشنهاد نموده بودند. پایان جنگ. این همه عامل‌های نظامی، ایمانی و سیاسی بعضی از آن عامل‌هایی بودند که برای روی کار آمدن دستاوردهای صلاح الدین ایوبی و بازپس گرفتن قدس سهم ارزنده داشتند. شک نیست که صلاح الدین ایوبی به جنبه مخابراتی اهمیت داده است، زیرا پیشرو بودن جهاز مخابراتی صلاح الدین ایوبی یکی از چیزهایی بود که او با آن از دیگران فرق میکرد. ولی عاملی از همه مهم برای غلبه و پیروزی او این بود که او یک مرد مؤمن، عبادتکار و همیشه پیوسته با خدا بود. این چیز را هر نفری که از حیات صلاح الدین ایوبی کمتر آشنایی دارد درک می‌نماید. اگر او شخصی به دنیا داده شده و شیفته قصر و کوشک‌خانه بود، هرگز به چنین پیروزی‌ها نائل نمی‌شد. سرچشمه‌های تاریخی گوشه از عبادت و قوت دینداری او را بیان نمودند. قاضی ابن شداد در این باره میگوید: او یک شخص صاحب عقیده نیک بود و خدا را بسیار ذکر میکرد. باز آوردن که او سالها نماز را با جماعت خوانده و وقتی از عالم بگذرد مالی نداشت که به حد نصاب زکات رسیده باشد. کم نیستند آن قصه هایی که از طرف هم اسران او نقل شدند که همه به پایبند دین و تقوا بودن او دلالت میکنند. محض به سبب چنین عامل‌های معنوی و اخلاقی و مخابراتی علاوه بر نیروهای سیاسی و نظامی، صلاح الدین ایوبی توانست که جبهه اسلامی را در مصر و شام بر ضد صلیبیان متحد سازد و امت را هشدار نماید که در سربازی و نقشه‌گذاری و پیشنهاد و اقدام سهم خود را دارند. زیرا همان امت در جنگ‌های سرنوشت ساز خود پیروزی می‌یابد که امت بیدار و زنده است. نتیجه همه این تلاش‌ها بود که لشکر مسلمانان در جنگ حطین صلیبیان را شکست داده، بیت المقدس را آزاد نمود و چندین شهرهای دیگر را در شام بازپس گرفت. قاضی ابن شداد منظرهای جنگ را تصویر نموده از جمله چنین میگوید: مسلمانان اهل کفر و طغیان را از هر طرف احاطه نموده سوی آنها تیر خالی میکردند. همین طور گروهی از دشمن شکست خورده عقب نشینی کرد و مسلمانان آنها را پیگیری نموده همه را نابود کردند. گروه دیگر به بلنده حطین پناه بردند. مسلمانان آنان را در آن تپه تنگ کرده در گردشان آتش افروختند. همین طور بر اثر تشنگی و خوف از مردن آنها خود را تسلیم نمودند. این جنگ آغاز فتح تبریه، عکا، بیروت و اسقلان بود. سپس نوبت به قدس رسید. اهل آن از صلاح الدین ایوبی امان خواستند و شهر را بدون جنگ تسلیم نمودند، زیرا آنها از آن توده مسلمانان که جمع شده بودند ترسیدند.
قاضی ابن شداد این لحظات تاریخی را چنین تصویر نموده است: صلاح الدین ایوبی شهر را در روز 27 رجب فتح نمود. آن شب به شب معراج راست آمد که در قرآن ذکر شده است. ببینید چه اتفاق عجیب. همان گونه که زمانی اسرا به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم بیت المقدس گذاشته بود، باز خداوند میسر نمود که به دست مسلمانان درآید. این نشانه آن است که خداوند این عمل را قبول کرده است. صداهای تکبیر و تهلیل بلند شدند. صلاح الدین در مسجد ایستاده به مردم خطاب نمود و همان روز نماز جمعه در بیت المقدس پس از فتح آن خوانده شد. آن صلیبی که بالای قبة الصخره نصب شده بود افکنده شد. خداوند به اسلام پیروزی بخشید. این بود قصه فتح بیت المقدس از طرف صلاح الدین ایوبی. به فکر شما قصه فتح نوبتی آن به دست مسلمانان چگونه خواهد بود؟